ایکیگای مفهوم ژاپنی به این معناست که شادی همواره در مشغول بودن است، مانند معنا درمانی، اما یک گام جلوتر از آن. به نظر می رسد که یکی از دلایل طول عمر ژاپنی‌ها به ویژه ساکنین اوکیناوا نیز همین است. در این جزیره از هر 100,000 نفر 2455 نفر بیشتر از 100 سال عمر می‌کنند که این آمار بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. پژوهشگرانی که روی دلایل عمر طولانی این مردم نسبت به دیگر نقاط دنیا کار می‌کنند به این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل این امر علاوه بر رژیم غذایی مناسب، سبک زندگی ساده بیرون خانه، چای سبز، آب و هوای نیمه حاشیه‌ای که میانگین هوای آن مانند هوای هاوایی است، همان مفهوم ایکیگای که در زندگی ساکنان اوکیناوا جریان دارد. زمانی که مشغول تحقیق